چه میکنی قال؟ کی؟ من؟ دارم عکس خودم را با قاز میبینم و به یاد او گریه همین میکنم. من فدای آن دل نازک کت خدا مدارت بشوم. راستی قال، آیا دیده ای اخیراً هر کدام از سرتشتک های فینیتو که میترکن عکس با قاس داشته ان؟ خب خره، من هم داشتم با پاک کردن مستعان عکسم را پاک میکردم تا مرا کتلت همین نکنند. چی؟ میخوایی عکست با قاس را پاک همی کنی؟ ای مردک ریزشی! کت خدا! ای وای، شما هم دارید عکستان با قاس را پاک میکنید؟ من را بگو که فکر کردم فقط قال ریزش کرده است. کت خدا، آخر شما چرا؟ ریس انگاری تو هم نهار نخوردی ها. هوا پس است، نکند تو هم هوس کتلت شدن کرده ای؟ پس من هم بروم عکسم را با قاس آنگوزمان کنم. آره بابا، برو که اوضاع خیلی خیت می باشندی. کت خدا ای نامرد، یک بار عکسم را جمع می کنی، یک بار مجسمم را بر می داری. حالا کارت به جایی رسیده که عکست با من را هم پاک می کنی. این بود انتخاب سختی که قرار بود بگیری؟ قاس جان، این حرفا چیه؟ این کارها را که من خودم نکردم، خدا به من گفته که این کارها را همی بکنم. آره، برو دایت را بیچاره کن. اینها را به کسی بگو که ساقیت را همی نشناسد. کت خدا، به جای این فوتوشاپ بازی همایی تا بر آماده کن که به زودی کتلت همی میشوی.